اون لحظه‌ای که برای اولین بار در پارک جوراسیک اون براکیوسور رو دیدید به خاطر دارید؟ اون لحظه یکی از نفسگیرترین و شگفت‌انگیزترین تجربه هایی بود که سینما به ما هدیه داد. This period. I mean, this thing isn't on this thing. What? اون فیلم فقط درباره دایناسورها نبود. یک کلاس درس کامل بود. حالا اون حس رو با سگانه دنیای جوراسیک مقایسه کنید. سیلابی از انفجارها و اکشنی بیوقفه. دایناسورهایی که انگار از دل یک بازی کامپیوتری بیرون پریده بودند. انگار سازندگان فراموش کرده بودند که دلیل موفقیت فیلم اول ترس و احترام به این موجودات باشکوه بود. با اکران فیلم جدید، بزرگترین سوال تاریخ این مجموعه مطرح شده. آیا این فرانچایز میتونه به اصلش برگرده؟ اونها به ما قول یک تولد دوباره رو دادند، ولی آیا واقعاً موفق به انجامش شدن؟ آیا اون جادوی قدیمی برگشته یا فقط یک کپی گران قیمت دیگه تحویلمون دادن؟ در این ویدیو پرونده این فرانچایز رو باز می‌کنیم. می‌بینیم سگانه قبلی چه اشتباهات مرگباری داشته و بررسی می‌کنیم آیا این فیلم جدید بالاخره تونسته این مجموعه رو نجات بده یا نه؟ پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. قبل از اینکه به سراغ فیلم جدید بریم، باید بفهمیم مشکل سگانه دنیای جوراسیک چه بود. با اینکه فروش بسیار بالایی داشت، اکثر طرفداران قدیمی حس کردند که این اون چیزی نیست که می‌خواستند. چرا؟ 3 دلیل خیلی واضح وجود داره. اولین مشکل، همه چیز بیش از حد بزرگ شد. پارک جوراسیک اصلی یک داستان بقای کنترل شده و دلهره آور بود. چند نفر در یک جزیره گیر افتادن و چند دایناسور هم دنبالشون هستند. تمام. اما دنیای جوراسیک پارک رو به یک شهر بازی عظیم و جثه تبدیل کرد. دایناسورها به سلاح‌های جنگی بدل شدند و در نهایت همشون در سراسر جهان رها شدند. این کار ایده ترس از محیط بسته رو کاملا نابود کرد. وقتی یک تیرکس وسط شهر راه میره، این دیگه پارک جوراسیک نیست. این داستان گودزیلاست. مشکل دوم، شخصیت‌های خسته کننده. شخصیت‌های فیلم اول دانشمندانی بودند که بحث‌های فلسفی عمیق می‌کردند. اما شخصیت‌های جدید چی؟ اوون یک مربی دایناسور بود و کلر یک مدیر شرکت. با تمام احترامی که برای کریس پرات و برایس دالاس هاوارد قائلم، شخصیت پردازی اونها بسیار سطحی و تک‌بعدی بود. و مشکل سوم، خود دایناسورها. در فیلم اسپیلبرگ دایناسورها حیوان بودند، با شکوه و در عین حال خطرناک. ولی در سگانه جدید با ساختن هیولاهای ژنتیکی مثل ایندومینوس رکس، دایناسورها رسما به هیولای داستان تبدیل شدند. این بزرگترین توهین به روح پارک جوراسیک بود. و حالا میرسیم به فیلم جدید، تولد دوباره. این بار استودیو یک حرکت جسورانه انجام داد. کریس پرات و برایس دالاس هاوارد رو کنار گذاشت و یک داستان کاملا جدید با شخصیت‌های جدید ساخت. این اولین قدم هوشمندانه بود. اما خبر هیجان انگیزتر تیم پشت صحنه بود. نویسنده فیلم کسی نیست جز دیوید کپ، یعنی نویسنده 2 فیلم اول. مردی که خود پارک جوراسیک رو خلق کرده بود، برگشته تا یک داستان فوق‌العاده دیگه بنویسه. و کارگردان گرت ادواردز. این مرد یه نابغه است. فیلم گودزیلا و مخصوصا روگوان رو ببینید تا به توانایی‌های اون پی ببرید. اون استاد به تصویر کشیدن عظمت و خلق یک وحشت واقعیه.
انتخاب این مرد به عنوان کارگردان بزرگترین چراغ سبز از طرف استودیو بود که میگفت ما داریم به اصل جوراسیک پارک برمیگردیم. خب با این تیم قدرتمند فیلم جدید در عمل چطور بود؟ داستان چند سال پس از وقایع فیلم قبلی رخ میده. بیشتر دایناسورها منقرض شدن و فقط تعداد کمی از اونها در مناطق دورافتاده زنده موندن. حالا یک تیم متخصص به رهبری اسکارلت جوهانسون به جزیره‌ای ممنوعه فرستاده میشن تا از 3 دایناسور عظیم الجثه نمونه دی ان ای بگیرند. چرا؟ چون این دی ان ای کلید ساخت یک داروی انقلابی برای بشریته. بیایید این ایده رو بررسی کنیم. بازگشت یک جزیره ممنوعه. این یعنی خداحافظی با دایناسورها در شهر و سلام دوباره به وحشت بقا. یک تصمیم هوشمندانه. نکته دوم، هدف مأموریته. این بار دیگه خبری از ساخت سلاح یا پارک تفریحی نیست. هدف نجات بشریته. این به داستان یک عمق اخلاقی باور نکردنی میده. آیا برای نجات انسانها میشه دست به هر کار خطرناکی زد؟ حضور بازیگران بزرگی مثل اسکارلت جوهانسون و ماهرشالا علی هم یعنی با شخصیت‌های درجه یک روبرو هستیم. و از نظر فنی گرت ادواردز کاری کرده کارستان. اون با دوربین‌های قدیمی فیلم برداری کرده تا حس و حال فیلمش دقیقاً مثل فیلم اول باشه. علاوه بر اون با ترکیبی از جلوه‌های کامپیوتری و عروسک‌های واقعی کاری کرده که دایناسورها دوباره واقعی و ترسناک به نظر برسن. این یعنی بازگشت به اصالت. خب با تمام اینها آیا دنیای جوراسیک تولد دوباره واقعا یک شروع جدیده؟ جواب 100%. به نظر میرسه استودیو این بار به درس‌هایی که از اشتباهات گذشته گرفته خوب دقت کرده. از بازگرداندن نویسنده اصلی تا انتخاب یک کارگردان نابغه و روایتی جدید که به ایده اصلی وفاداره، همه چیز دست به دست هم داده تا یک فیلم باور نکردنی ساخته بشه. اونها بالاخره فهمیدند که ما اکشن بیشتر نمیخوایم. ما اون حس شگفتی و ترس فیلم اول رو میخوایم. Why you come to see a Jurassic film? I think you want to be scared. فیلم جدید تمام اشتباهات سگانه قبلی رو جبران کرده و دوباره جادوی فراموش شده رو به ما برگردونده. این دقیقاً همون تولد دوباره‌ای بود که همه طرفداراش سالها انتظارش رو می‌کشیدن. یک ادای احترام بی‌نظیر به فیلمی که همه چیز رو شروع کرد. I've always been chasing that aesthetic as a filmmaker. خب به انتهای نقد و بررسی این فیلم رسیدیم. نظرتون درباره این تحلیل چیه؟ آیا با من موافقید که این فیلم یک بازگشت حماسی بود؟ کدوم بخش فیلم رو بیشتر از همه دوست داشتید؟ جذاب‌ترین ویژگیش از نظر شما چی بود؟ نظراتتون رو در کامنت ها بنویسید. و اگر از این ویدیو هم خوشتون اومده، لایکش کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم فعال کنید تا به محض انتشار ویدیوی جدید مطلع بشید. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو با من بودید. به امید دنیای بهتر. بدرود.